نمونه ای از شیادی مراجع تقلید شیعه. شاهدی از خودشان گواهی داد. آخوند بغدادی از فساد و غارتگری مراجع شیعه سخن میگوید. هذا التقليد على المجيد الخوئي اصبح مليونير باسم التقليد. هو لو ما كان ابن الخوئي مو يملك المليارات، بس لو ماكو تقليد ما يصير السيد ابن الخوئي مليونير، ولا يصير محمد السيستاني مليونير. الان في البنوك الاجنبيه يملكون المليارات الدولارات على حساب العمال والفلاحين والفقراء والجياع في العراق. يا ابو هدى اتقوا الله. التقليد يعني فد لعبه كبيره سووها، لعبه من اجل يسرقون. خلينا نحكي. بینندگان گرامی، این آخوند میگوید عبدالمجید خویی به نام تقلید میلیونر گشته. اگر تقلید نبود، خویی چگونه میلیونر میشد؟ همچنان آقای سیستانی میلیونر شده و در بانک‌های اجنبی میلیاردها دلار را جابجا کرده. ایشان به نام تقلید مالهای مردم را به تاراج میبرند. آری بینندگان عزیز، این است واقعیت مراجع شیعه در سراسر جهان که به نام مرجعیت دینی و به بهانه خمس اموال شیعیان بیچاره را می‌دزدند. مفهومی که آخوندان شیعه در مورد خمس به مردم ساده دل القا می‌کنند در حقیقت بدعتی است که اساسی ندارد، بلکه آنان فقط نام خمس را در یک آیه از قرآن کریم یافته‌اند و آن را دستاویزی قرار داده‌اند تا در باور ساده‌لوحان بگنجانند که آنچه از اموال مردم که به نام خمس می‌خورند چیزی است که در قرآن ذکر شده است. الله می‌فرماید: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. و بدانید هر غنیمتی که به دست آورید، خمس 1/5 آن از آن الله و پیامبر و خویشاوندان و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان است. اگر به الله و آنچه بر بنده خود در روز فرقان جدایی حق از باطل نازل کردیم ایمان دارید، روزی که آن دو گروه به هم رسیدند و الله بر هر چیزی توانا است. خمسی که تنها در غنایم جنگی مشروع شده، امروز به سبب تحریف آخوندهای شیاد موجب شکمپروری احبار و رهبان رافضه گشته است. آیا ائمه اهل بیت که در زهد و پارسایی زندگی می‌کردند و نان خشک می‌خوردند از مردم خمس می‌گرفتند تا میلیاردر شوند؟ آن کارگر فقیری که در زیر آفتاب گرمی و سختی را تحمل می‌کند تا پولی در آورد و لقمه نانی به فرزندانش دهد و یا خرج تحصیل دانشگاهش را بپردازد، به چه حقی باید به نام خمس به جناب مرجع باج دهد؟ چرا آخوندها به فرهنگ زکات بی‌توجهی می‌کنند و تلاش می‌کنند فرهنگ خمس را رواج دهند؟ آیا جز برای این است که زکات به مستمندان می‌رسد و خمس سر از حساب‌های بانکی جناب مراجع در بانک‌های اروپایی در می‌آورد؟ امروز که مردم کشور عزیز ما زیر خط فقر زندگی می‌کنند و نان شب ندارند، چرا حضرات مراجع از این مردم درمانده خمس می‌گیرند و در حساب بانک‌های اروپا ذخیره می‌کنند؟ آیا اینها مصادیق همان احبار و رهبان‌هایی نیستند که به ناحق اموال مردم را چپاول می‌کنند و در قرآن از آنها یاد شده است؟ آنجایی که الله می‌فرماید: يا أيها الذين آمنوا
إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ای مؤمنان، همانا بسیاری از علما و دیرنشینان اهل کتاب اموال مردم را به ناحق می‌خورند و مردم را از راه الله باز می‌دارند و کسانی که طلا و نقره می‌اندوزند و آن را در راه الله خرج نمی‌کنند آنان را به عذابی دردناک مژده بده. هذا التقليد المجيد الخوئي أصبح مليونير باسم التقليد. هو لو ما كان ابن الخوئي مو يملك المليارات، لو ماكو تقليد ما يصير الشيء ابن الخوئي مليونير، ولا يصير محمد السيستاني مليونير الآن في البنوك الأجنبية يملكون المليارات الدولارات على حساب العمال والفلاحين والفقراء والجياعة في العراق. يا أبو هدى اتق الله. التقليد يعني في لعبة كبيرة سووها، لعبة من أجل يسرقون. خلينا نحكي